سلام دوستای خوبم. الان این لامپ سوخته. اگه دقت کنید میبینید اینجوری که نقطه سیاه میزنه یعنی دچار سوختگی شده و کلا رابطه بین لامپ و دیز قطع شده. اینم برق که بهش بس میکنی خبری نیستش. شما میتونید به سادگی اینو تعمیر کنید. اون LED که سوخته رو با یه وسیله چاقو یا هر چیز دیگه، دیدید زمانی که اتصال شد یه لحظه روشن شد، اینجوری قطعش میکنید. اون LED قبلی که سوخته بوده رو، اون LED هایی که آسیب دیده رو جدا میکنید و حالا اگه هویه داشته باشید به کمک هویه، اگه نداشتید بازم مشکل نداره، میتونید یه تیکه سیم چند رشته رو بردارید جوری بچینیدش و به این شکل مچاله کنید و روی اون قسمت بذارید و حالا میتونید چسب برق یا چسب قطره‌ای بهش بزنید یا بچسبونید که براتون شروع کنه به کار کردن. ما که از چسب برق استفاده میکنیم. یه تیکه چسب برق میزنیم روش تا اون اتصال لازم رو داشته باشه به این شکل. یه تیکه دیگه ببینید. بعد اینکه اینجوری اتصال برقرار شد و چسب کاریشو انجام دادید، لامپتون احیا میشه و شروع میکنه به کار کردن.